لیلا هستم، با آشپزخونه من خوش اومدید. امروز میخوام یه تحسین مرغ خیلی خوشمزه براتون درست کنم. با من همراه باشید. اول از همه سینه مرغ رو همراه سیر و پیاز و یه دونه فلفل دلمه بذارین که آب پز بشه. از هویج و کرفس هم میتونین استفاده کنین. مقداری آب بریزین، نمک بزنین، زردچوبه اضافه کنین. وقتی که جوش اومد زیرش رو کم کنین، درش رو بذارین با شعله ملایم کامل بپزه و نرم بشه. برای اینکه زعفرونمون رنگ بهتری باز کنه، به جای آب جوش حتما از یخ استفاده کنین. مرغا که پختن، قابلمه آب رو بذارین روی گاز تا برنج رو هم آبکش کنیم. تو این فرصت زرشکا رو با آب ولرم بذارین خیس بخوره تا خاکش جدا بشه. اگه آب جوش بریزین روش رنگش میره، آب سردم بریزین خاکش جدا نمیشه. آب که جوش اومد، برنج شسته شده نمک زده رو بهش اضافه بکنین. وقتی که قد کشید و اینجوری شد، آب کشش کنین. برنج رو زنده تر بردارین تا موقعی که ماست بهش اضافه میکنین خورد نشه. تاوه رو بذارین روی گاز، یه ذره روغن بریزین، زرشک که شسته شده رو اضافه کنین، یه ذره شکر بهش بزنین، 2 قاشق زعفرون دم کشیده رو بریزین روش، زیرش رو کم کنین، اجازه بدین 1-2 دقیقه سرخ بشه. اینجوری یه زرشک نرم و خوش رنگ خواهید داشت. سینه مرغی که پخته رو ریش کنین و یه کوچولو تفتش بدین. نیاز به زرده تخم مرغ داریم، سفیدش رو کامل ازش جدا کنین. یه رگ سفیدم کنارش داره، اون رو هم حتما جدا کنین. نصف لیوان ماست چکیده خیلی سفت رو بهش اضافه کنین. نصف لیوانم روغن مایه. برای اینکه تحسین خوش عطری داشته باشیم، 2 قاشق غذاخوری گلاب اضافه کنید. به علاوه 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید. سرکه رو میریزیم تا طعم‌ها متعادل بشه و یه تحسین خیلی خوشمزه داشته باشیم. کامل مواد رو با هم مخلوط کنین و بذارین کنار. حالا برنجی که آبکش کردیم و از دم افتاده رو میاریم و با زعفرون مخلوطش میکنیم تا یه برنج زعفرونی یه دست خوش رنگ داشته باشیم. وقتی زعفرون رو جدا به برنج اضافه میکنید و به مواد ماستیتون نمیزنید، برنجتون خیلی پررنگ تر میشه. حالا مایه ماست رو باهاش مخلوط بکنید، همش بزنید تا کل برنج به مواد ماستی آغشته بشه. فقط حواستون باشه برنجتون خیلی خورد و له نشه. نیاز به یه ظرف کاملا نچسب داریم تا وقتی تحجین پخت خیلی راحت از داخلش برگرده. کفش رو روغن بزنین، نصف برنجی که دارین رو بریزین داخل تابه و با پشت قاشق صاف و یه دستش کنین. برای وسط تحجین نصف مرغی که ریش کردیم رو استفاده میکنیم، باقیش هم میذاریم آخر سر برای تزیین روش استفاده میکنیم. مقداری هم زرشک روی مرغا میریزیم. حواستون باشه که زرشک و مرغ از جداره های تابه فاصله داشته باشه، وسط قرار بگیره و نصف. باقی برنج رو بریزین روی مرغ ها، اون رو هم با پشت کفگیر صافش بکنین، فشارش بدین که یک دست بشه، روش دمکنی بذارین، در قابلمه رو بذارین، بذارین روی شعله ملایم 1 ساعت تا 1 ساعت و 10 دقیقه میکشه که کامل دم بکشه. وقتی که دیدین دورش گرفته و حالت تدیک پیدا کرده، اون موقع که تحجین شما آماده است. ببینین چه خوش رنگه. روش رو با باقی زرشک و مرغ ریش شده که داریم تزیین کنید. از خلال پسته و بادوم هم میتونید استفاده کنید، البته اختیاریه. 2-3 ساعت قبل داخل گلاب بریزین که خیس بخورن و نرم بشن و بعد روی تحجین استفادهش کنید. دوستای عزیزم، توی دستور من براتون سرکه گفتم. سرکه رو اصلا هضمش نکنید. وقتی سرکه استفاده میکنید دیگه تحجین شما بوی زخم تخم مرغ نمیده و خیلی خوش طعم میشه. مقدار روغن رو هم اگر کم بکنید، تحجینتون حالت خمیری تر و فشرده تری پیدا میکنه. سعی کردم بهترین دستور تحجین رو براتون بذارم، کاملا مجلسی و دون در میاد. یه گزینه عالی واسه مهمونی‌ها و دور همیاتونه. خیلی خوشمزه است. امیدوارم که خوشتون بیاد و دوست داشته باشید. کانال رو اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید. ممنونم که با من همراه بودید.